سلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. ما با شاعر دور و زمان معاصر اکمل یوسف بیگوف در کاخ لایق قرار داریم و بسیار شاد و مسروریم که با این چهره نمایان شبکه فیسبوک دیدار دیدیم و حالا یک شعر تر و تازه خود را اکمل جان برای شما قرائت میکنند تا که چند لحظه از غمهای زندگی آزاد باشید. مرحبا. میکنم شکرانه بر خاک وطن، کوههای سر بر افلاک وطن، جان به قربانش اگر لازم شوم، این منم فرزندی بی باکی وطن. آفرین. اکمل شما دو اسلوب شعر نویسی دارید. یکی اینه که شعر آزاد نه وزن دارد نه قافیه، ولی بعضی میبینید که تو شما وزن عروض رو با پررگی روایت میکنید. این سیر همین در چیست؟ سیر این بر خودم معلوم است. بله. می امیدوارم با خیلی کمبودی آدمیزاد به کمبودی نیست، با هر چی کمبودی باشد میخوام که اصلاح کنم با استادا. سلامت باشید. چون گفت شما آدم به کمبودی نمیشد، مثال در شعر همه کمبودی دارد، اما بعضی حالات کمبودی های شما رو میگن ولی شما خوش استقبال میکنید. همین شما با کدام خاطر با تنقید مردم و یا به هر خیلی سخنایی که مثلا نسبت شما میگن خفه نمیشید ولی به خوبی جواب میگید؟ همین رفتار شما رو باید دیگران چگونه آموزند؟ همین رفتار ما رو با دیگران پند و نصیحت باشد، درس عبرت باشد. من یگان کس را نمیخوام که آزار دهم، همه را میخوام که خوشبال و چهره بالیده بینم. هر چی هست جواب خوب صحیح میدهم. تشکر. یک سوال آخری، چون دوستای من و شما دو دوست جانی دارید در فیسبوک، سه تا نقطهش، یک تاش خود من که در بری شما هستم، دیگرش از رقم یکش سینای خالق و دویمش بزرگمیر تاجدین. طریق شبکه فیسبوک با آنها چی سلام پیام یا سخن باشه؟ مرحمت. آنها همچون دوست، همچون قلم استادا دوستا سخن خودم را رساندم، رساندم که سلام درودی من را رسانم. آنها با من همکاری دارند، همچون همراهی شما را دوست می‌دارم. شتابری که استاد لایق گفتند که خاکسار ای هست خاک بخشش حضور هیچ غم نی. مرحمت. خاکساری میکنیم و خاکساری میجوییم. خاک بودن ما از فردی که هستیم که خاکساری همه وقت می میکنیم، میجوییم. این سخن استاد لایق هست. استاد لایق همون کمتر گم کردم. هیچ غم نی. همینش هم به همراه درود خودم را میرسانم، همچون برادر بلند باشید. و با دیگر مخلصانی که نسبت شما محبت دارن و شما دیدن میخوان، خب اگر اکمل یوسف بیگ رو اگر دیدن خواهید، همیشه در شهر پنجکین شما میتوانید دیداری مبارک ایشان را ببینید. خدا